سلام، خوش اومدید به قسمت دوم از ویدیویی این که چجوری میتونیم یه زبانی رو یاد بگیریم مثل زبان مادریمون و راحت بتونیم صحبت کنیم. خب اگه ویدیوی اول رو ندیدید، قسمت 1 رو ندیدید، پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش، برای اینکه این ویدیو دیستمون اومده پیشمون با ما همراه. بله اینجا مثل اینکه جای دیگه ای نیست، ولی خب اشکال نداره، با هم هستیم تو این ویدیو. این ویدیو مکمل ویدیوی 1 هست و باید با هم دیگه نکاتش رو بدونید. خیلی هم خوشحاله میبینم، ولی خوشحاله. حالا اگه ویدیو رو دیدید بیایید که شروع کنیم این قسمت رو با هم دیگه و ببینیم نکات مهم دیگه چی هن. نکته اول برای این ویدیو چیه؟ اینه که از همون روز اول شروع کنید به صحبت کردن اون زبان. یعنی چی؟ یعنی الان من یه شاگردم، مثلا میخوام انگلیسی یاد بگیرم، میام سر کلاس هیچی بلد نیستم، نه سلام نه چطوری، هیچی. بعد معلم میاد سر کلاس، دستش تکون میده اینجوری و میگه هلو. خب من 3 ساعت فکر نمی کنم دستش داره تکون میده چی میگه، که مشخصه داره سلام میکنه. پس این تو ذهن من ثبت میشه که سلام به انگلیسی میشه هلو یا مثلا میشه های. پس از این به بعد وقتی من اینو یاد گرفتم باید یادداشتش کنم و از همین لحظه به بعد باید از همین استفاده کنم. من به شخصه توی کلاسام وقتی تدریس میکنم جلسه اول اون نکات رو میگم و شخص باید اونا رو یادداشت کنه و از اون به بعد باید از همون اصطلاح انگلیسی استفاده کنه. حتی اگه شده بخواد به دفترش نگاه کنه، به گوشیش نگاه کنه، از دوستش بپرسه، از همکلاسیش بپرسه، ولی باید اون کلمه‌ای که به انگلیسی یاد گرفته رو از اون لحظه به بعد از انگلیسیش استفاده کنه، نه از زبونی که بلده، نه از فارسی. پس از همون روز اول شروع کنید به صحبت کردن، حتی اگه نیاز به مرور باشه. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که خیلی خوشحال میشم وقتی میاد بهمون سر میزنه. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که شما باید گرامر رو به صورتی که توی متن هست یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی دیدید سر کلاس یا اگه میخواید خودتون بخونید، مثلا به اون قسمت گرامر حال میرسید، گذشته میرسید، هرچی میرسید، یه فرمول داره. شما اون فرمول رو میاید مینویسید و توی ذهنتون سعی میکنید حفظش کنید و ثبتش کنید و هر سری اونو مرور کنید دیگه. درسته؟ این کارو نکنید. ببینید درسته که شما اون فرمول رو بلد باشید، خوبه، اما شما نباید با فرمول پیش برید و ذهنتون رو عادت بدید به این که من باید این فرمول رو یاد بگیرم، طبق همین فرمول پیش برم. چون برای اینکه الان توی شرایط قرار دارم که باید صحبت کنم به اون زبانی که یاد گرفتم. مثلا فرض میکنیم 1-2 ترمم گذشته از اینکه اون زبان رو شروع کردید، حالا توی مؤسسه یا هر چیزی. وقتی میخوام صحبت کنم چی کار میکنم؟ اول فکر میکنم که خب الان من میخوام از جمله حال یا گذشته استفاده کنم. مثلا گذشته الان باید از چی استفاده کنم؟ ام ایز آر مثلا. خب الان این ام ایز آر واسه گروه یا واسه یه نفر، مذکر، مؤنث، همه اینا رو شما باید به یاد بیارید و تا این پروسه‌ای که بخواید متوجه شین چه فعلی استفاده کنین، چه حالتی بهش بدید، چی باشه، طول میکشه، واقعا زمان بره توی ذهنتون. و اگه میخواید مثل زبان مادریتون توی ذهنتون بیاد و همون لحظه بگید، باید این کارو کنین. یه متنی هست، یه کانتکسی هست، مثلا یه پاراگرافه. خب میایید اینو میخونید، توی سطح خودتون هم باید باشه، حواستون باشه، نباید بیشتر از سطح خودتون باشه. این متن که خوندید، بعدش میایید از روش 1-2 رونویسی میکنید. بعد حالا مثلا فردا میایین دوباره همین کار رو میکنین، یا یه روز در میون میایین به مدت 1-2 هفته این کار رو انجام میدید. خلاصه باید از توی این متن ها
هر متنی که هست این گرامر و این قواعد رو یاد بگیرید. البته روی وکابولریتون، روی چیزهای دیگه‌تون هم تاثیر داره، بی تاثیر نیست قطعا. اما برای اینکه این گرامر رو یاد بگیرید، یکی از روش‌هایی که خیلی تاثیرگذارن همینه، مطمئن باشید. نکته بعدی که میشه نکته سوم اینه که شما سعی کنید به اون زبان بنویسید. یعنی چی؟ مثل همون کلمه‌ای که بهتون گفتم اولین کلمه hello رو مثلا یاد میگیرید، اونو سعی کنید تو دفترتون بنویسید. امروز یاد گرفتم مثلا what's your name، میشه اسمت چیه، اونو سعی کنید تو دفترتون بنویسید. هر چیزی که یاد میگیرید رو بنویسید. اگه یه متن هست، یه conversation، یه گفتگو هست توی کتاب زبانتون یا یه جا خوندین طبق اون دارین پیش میرید، اونو حتما از روش بنویسید. چرا؟ چون ذهنتون با این آشنا میشه، انگار وقتی شما اینو مینویسین قشنگ تو ذهنتون هم ثبت میشه. پس اینو هم حتما به کارهایی که روتین وار میخواین انجام بدین برای یادگیری زبانتون اضافه کنید. نکته بعدی که میشه نکته 4 چیه؟ اینه که از نرم افزارهایی که برای یادگیری زبان هستن استفاده کنید. ببینید حالا قبلا قبلا این نرم افزارها خیلی کمتر بود، الان خیلی بیشتر شدن. حالا من اینجاها و اینجاها براتون میذارم حتما، اما به شخص خودم برای یادگیری زبان سوم اومدم از نرم افزار دولینگو، براتون میذارم اینجا، استفاده کردم و خیلی خوب بوده. حالا زمان بر هست و به نظر من نیازه که در کنارش تلاش‌های دیگه‌ای بکنید، کارهای دیگه‌ای هم انجام بدین، فقط به اون نرم افزار اکتفا نکنید. ولی خیلی تاثیرگذاره. با تلفظ درست آشنا میشین، با نوشتار آشنا میشین، همش داره ازتون آزمون میگیره و اگه اون رو نتونید بگذرونید تا یه سطحی، مثلا انگار نمره قبولی رو نگیرید، نمیتونید برید مرحله بعدی و این خودش خیلی خوبه. پس از نرم افزارها هم میتونین استفاده کنین چون خیلی تاثیرگذارن. خب نکته پنجم چیه؟ اینه که دیدید مثلا کتابخونه میرین، یه سری هستن با هم درس میخونن، یا توی مدرسه یا یه سری جاهایی که برای درس خوندن هست، یه سری هستن که گروهی هستن که با هم میشینن یه کتابی رو میخونن. شما عضو چنین گروهایی بشین، یا با دوستاتون یا هم کلاسیاتون که میخوان مثل شما اون زبان رو یاد بگیرن، با هم دیگه یه گروه بشید، گروهی تشکیل بدید و یه سری برنامه‌ها اهداف بذارید. میدونین چیه؟ وقتی تنها نیستین این خیلی تاثیر بیشتری داره. میگی خب اونم داره میخونه پس منم بخونم، با هم دیگه بعد میایم چیزایی که یاد گرفتیم و به اشتراک میذاریم، مشکلایی که داریم و با هم دیگه حل میکنیم. مثلا من این کلمه رو متوجه نمیشم، دوستم میاد بهم توضیح میده، یا اون توی مثلا یه بخش از گرامرش مشکل داره، من میام بهش توضیح میدم. پس حتما توی چنین گروه‌های عضو بشید یا خودتون بسازید. حتی یه سری سایت ها هستن، من براتون لینکشو میذارم، که یه ویدیو کال میکنین، به صورت ویدیو کاله و فقط نیازی نیست با اون شخص صحبت کنید، میتونین اونجا بشینین و فقط درس میخونین. انگار اینکه زیر دوربین باشید و زیر نظر باشین خیلی تاثیرگذاره و میتونین از اونم استفاده کنین، یا میتونین، میگم توی کتابخونه و اینجور جاها هستن چنین گروهایی، باید برید و پیدا کنید یا اینکه خودتون گروه ها تشکیل بدید. و نکته آخر، نکته 6 چیه؟ اینه که اصلا نترسید از اشتباه کردن. مثلا من الان ترم اولمه یا اصلا ترم هفتممه، ترم دهممه که دارم میام زبان، ولی هنوز یه سری از چیزایی که از گذشته یاد گرفتم و کامل بلد نیستم. اما همش اینجوری هم که خجالت میکشم نکنه اینو بگم مثلا همه بهم بخندن، نکنه اونجوری باشه همه مسخرم کنن. نه، اصلا خجالت نکشید، خیلی خوشحال برید جلو، پررو برید جلو، بگید هرچی هست، اگه اشتباه بود خودتونم بخندین و ازش بگذرید. من به شخص خودم خیلی خجالتی و حساس بودم، اما مامانم همیشه بهم میگفت که نه برو خودت داوطلب شو، برو جلو حتی اگه بلد نیستی.
و بذار مسخرت کنم، واقعا مشکلی نیست. و حتی خودش هم منو مسخره میکرد و به هم میخندید که انگار مقاوم بشم، ضد ضربه بشم. و به خاطر یه لحظه بله به خاطر همینم این خیلی رو من تاثیرگذار بود. یعنی حتی جاهایی بودم که سطح زبانشون از من بهتر بود یا سطح اطلاعاتشون از من بالاتر بود، خجالت نمیکشیدم، داوطلب میشدم، میرفتم بالا، میخوندم، صحبت میکردم و حتی اگه اشتباهی هم میکردم خودم هم باهاشون میخندیدم، حتی زودتر از اونا به خودم میخندیدم، خودم رو اصلاح میکردم و راحت می اومدم پایین. حتی ممکن بود دستم در حال لرزیدن باشه یا عرق کردن باشه، ولی مهم اینه که سعی کردم اینجوری دستم رو مشت کنم و محکم اونجا بمونم. این هم از ویدیو دوم و امیدوارم که راضی بوده باشید. اگه سوالی هست حتما برام توی قسمت کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی خوشحالم که این ویدیو هم با ما بودید. اگه سوال دیگه ای هست، نکته دیگه ای هست که دوست دارید ببینید یا بدونید، حتما بهم بگین تا یه ویدیوی دیگه با هم دیگه همراه باشیم.